سیاست تعرفه گذاری واسه بحث واردات و گمرک ترامپ بر نرخ بهره، بازار ارز دیجیتال و بازار سهام آمریکا چه تأثیری میذاره؟ ببینید هدف این کار که ترامپ داره انجام میده چیه؟ هدفش اینه تولید داخلیشون رو، تولید ملیشون رو افزایش بدن. حالا چه اتفاقی افتاده بود قبلش به خاطر اینکه تولید توی سایر کشورهای دیگه مثل چین به صرفه بود، تو اینجا تکنولوژی رو تولید می‌کردن، می‌بردن اونجا، اصل قطعه تولید می‌شد. نمونهش همین آیفونی که دست خیلی‌ها هستش، در واقع دیزاین و طراحیش واسه آمریکاست، تولیدش واسه چینه. خب حالا اینجا یه اتفاقی پیش میاد. چین میتونست جلوی ورود خیلی از کالاهای حیاتی رو مثل داروهایی که تکنولوژیش اونور درست شده و تولیدش اینور بوده رو بگیره. خب بالاخره چین شده بود یه جوری پرینتر سه‌بعدی آمریکا دیگه. عملاً هر چی که می‌خواستن میدادن اینور درست کنن. روی این حساب اینا با یه نگاه بلند مدتی نسبت به این که آقا نکنه اینا تو این جنگ اقتصادی بیان دهن ما رو سرویس کنن، بیان جلوی یه سری چیزا رو ببندن، اونا بیان واسه ما تعرفه بذارن خیلی گرون شه، یهو کالاهای حیاتی هستن به ما ندن. روی این حساب اومد این سیستم رو تغییر داد. گفت آقا نه، ما همچین چیزی نداریم، تعرفه رو میذاریم و قطعاً هم تعرفه رو میذاره. خیلی حالا این بازی کردنا رو شما نگاه نکن که میگه ول میکنه، قطعاً این تعرفه گذاری انجام میشه. تولید کننده داخلی وضعیتش بهتر میشه، اون کسی که وارد کننده است اونا وضعیتشون خب طبیعتاً بدتر میشه. یه اتفاقی که قطعاً جلوتر میفته اینه که قیمت تموم شده اون کالاهایی که از اون جای مثلا از جای میاد که 25% تعرفه داره، مثلا چین که 10% تعرفه داره، اینجوری نیستش که 10% گرون بشه. یه بخشیشو خود اون کسی که داره جنسش از کشور خودش صادر میکنه به آمریکا کم میکنه، تخفیف میده. یه بخشیشو خود وارد کننده هست، سودش میکاهه که به قیمت مصرف کننده دست نخوره. یه بخشی هم طبیعتاً به خود مصرف کننده فشار میاره و اینو باید در نظر بگیریم دیگه. اینجوری نیست که اگه مثلا 10% یا 25% تعرفه بذارن 10 یا 25% گرونتر بشه کالا، خیلی کمتره قطعاً این قضیه. حالا بازار چه اتفاقی واسش میفته؟ ببینید سهام آمریکا خب طبیعتاً اولش که داره این تعرفه ها گذاشته میشه به ترس از این که نرخ بهره افزایش پیدا کنه، چون تورم میخواد ایجاد بشه. ببینید هر وقت تورم ایجاد میشه نرخ بهره افزایش باید بدن که جلو اون تورم رو بگیرن. خب حالا اگه خواستید یه ویدیو واسهتون ساختم، معرفی می‌کنم این بالا میتونید کلیک کنید. اما طبیعتاً اولش بازار سهام میریزه و وقتی بازار سهام میریزه چه اتفاقی میفته؟ باهاش بازار ارز دیجیتال هم میریزه، چیزی که الان داریم میبینیم. اما در بلند مدت این قضیه باعث تقویت بازار میشه، چون داره حمایت از تولید داخل میشه. در نتیجه بازار سهام در بلند مدت وضعیتش بهتر میشه. بازار ارز دیجیتال هم یه همبستگی با نزدک داره، طبیعتاً اون هم تا مدت به سمت پایین و بعد به سمت بالا. حالا این وسط که همزمان داره این قضیه رو انجام میده، یه فاز دیگه هم داره دیگه، این که داره حمایت‌های جنجالی و طوفانی هم از ارزهای دیجیتال و بیت کوین این حرف انجام میده که خود همین قضیه یه موج مثبته. حالا بجز این که یه فاکتوری که از توی اون مورد سوم میخوام بهتون بگم میتونه تاثیرگذار باشه واسه بحث تعیین بازار ارز دیجیتال و بازار سهام که بحث نرخ بهره. به نظر من نرخ بهره در ظاهر به خاطر اینکه تورمی که میخواد ایجاد بشه باید بره بالا، خب یه جلو اون تورم بگیره. اما واسه کاهش فشار اقتصادی و باز دوباره حمایت از تولید داخل نه تنها بالا نمیره، حتی باز به سمت پایین هم خواهد اومد و این پایین اومدن این نرخ بهره خروجیش میشه این که به خدمتتون عرض شود اون دو تا بازار بهتر میشه. شاید یه مدتی مثلا رو همین عددی که نرخ بهره از 4.33 کنه بمونه و بعد از این مدت آروم آروم پایین بیاد. حالا پارسال گفته بودن 0.5% امسال میخوان کاهش بدن قبل از سیاست‌های ترامپ. شاید تغییر ندن، یعنی یه دونه مثلا 25% باز هم بیارنش پایین‌تر واسه یه کاهش فشار اقتصادی، چون عملاً باعث میشه به تولید داخل کمک کنه و تعرفه گذاری هم اصلا سیاستی که واسه کمک به تولید داخلیه. پس اگر تو این بازار نرخ بهره هر جایی بیاد پایین، یه موج خوبی باز تو بحث بازار ایجاد قطعا میشه، هم بازار ارز دیجیتال هم بازار سهام آمریکا. امیدوارم این ویدیو واسهتون مفید و کاربردی بوده باشه. ممنون میشم لایک کنید و اگر نیاز به اینجور ویدیوها و علاقه به اینجور ویدیو بیشتر دارید سابسکرایب هم انجام بدید. از اینجور ویدیو واسهتون بیشتر میذارم یا و همچنین بیشتر هم گذاشتم. طبیعتا بعد از سابسکرایب کردن میتونید اون قبلی‌ها رو هم واسهتون توی صفحه فیدتون میاد و میتونید ببینید.
علاوه بر این قضیه یه پلیلیست و یک ویدیو دیگه هم دارم بهتون پیشنهاد میدم با توجه به اینکه این ویدیو رو نگاه کردید. امیدوارم اونها واسهتون مفید باشه.